سلام به دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز با یک موضوع جذاب و شگفت‌انگیز در خدمت شما هستم. قبل از دیدن این ویدیو لایک و سابسکرایب یادتون نره. همه ما پیاز رو به عنوان یکی از اجزای اصلی آشپزی میشناسیم. آیا میدانستید این سبزی ساده دارای خواص فوق‌العاده است که ممکنه شما رو شگفت زده کنه؟ پس تو این ویدیو 10 خاصیت شگفت‌انگیز پیاز رو به شما معرفی میکنم. تقویت سیستم ایمنی بدن. پیاز حاوی ویتامین C، فولاد و سرشار از مواد مغذی دیگه هستش که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک میکنه. در مقابل بیماری‌ها شما رو مقاوم‌تر میسازه. ضد التهاب طبیعی. پیاز حاوی فلانوئیدهای ضد التهابی هستش که در پیشگیری از بروز سرطان و بیماری قلبی مؤثر هست. ترکیبات موجود در پیاز خاصیت ضد التهابی داره که میتونه در کنترل علائم آسم و التهاب مفاصل تاثیرگذار باشه. بهبود سلامت قلب. مواد موجود در آب پیاز میتونه به کاهش فشار خون، کاهش سطح کلسترول موجود در خون کمک کنه و همچنین در بهبود گردش خون، کاهش خطرات و مشکلات مربوط به قلب تاثیر بسیار زیادی داره. جلوگیری از پیری زودرس. پیاز منبعی از ویتامین‌های A، C و E است که همه آنها بر سلامت پوست تاثیرگذار هستند. این ویتامین‌ها با جلوگیری از فعالیت رادیکال‌های آزاد از پوست در برابر پیری زودرس محافظت می‌کنند. همچنین با خواص ضد عفونی کننده‌ای که دارد میتونه از پوست در برابر باکتری‌ها محافظت کنه. تقویت رشد مو. کراتین موجود در پیاز سرشار از گوگرده و باعث تقویت مو میشه. گوگرده موجود در پیاز میتونه تولید کلاژن رو تحریک کنه و باعث سلول‌های سالم پوستی و رشد بهتر موها میشه. درمان جوش آکنه. پیاز خواص ضد باکتریایی، ضد عفونی کنندگی و ضد التهابی داره که به کاهش التهاب و جلوگیری از جوش آکنه کمک میکنه. ویتامین C موجود در پیاز به پوست کمک کرده و آن را سالم و درخشان نگه می‌داره و از خشکی و تیرگی پوست جلوگیری میکنه. بهبود سرماخوردگی. پیاز حاوی ترکیبات ضد ویروسی هستش که به طور مؤثر به تسریع روند بهبودی و کاهش علائم سرماخوردگی کمک میکنه. علاوه بر آن در کاهش خشکی حلق و بینی و تقویت سیستم ایمنی بدن، مشکلات تنفسی تاثیر داره. کاهش قند خون. پیاز سرشار از فلانوئیدهایی مانند کورستین است که منجر به کاهش قند خون میشه. مصرف پیاز باعث کاهش قند خون در هر دو نوع دیابت نوع 1 و نوع 2 می شود. مبارزه با سرطان. پیاز حاوی برخی ترکیبات شیمیایی که قابلیت مبارزه با سرطان رو داره، به خصوص سرطان سینه و روده بزرگ که تاثیر بسیار زیادی داره. خطرات احتمال ابتلا به سرطان پروستات رو کاهش میده. سلامت استخوان. مصرف پیاز همانند شیر میتونه در سلامت استخوان تاثیرگذار باشه و از پوکی استخوان مربوط به افزایش سن جلوگیری میکنه. سرعت از بین بردن بافت استخوان را تا حد زیادی کاهش میده. این هم از 10 خاصیت شگفت‌انگیز پیاز که تا به حال نمیدانستیم. پیاز نه تنها طعم غذاهای ما رو بهتر میکنه، بلکه سلامتی و زیبایی ما را هم تضمین میکنه. شما هم خاصیت دیگه‌ای از پیاز میدونید؟ حتما در بخش نظرسنجی‌ها با ما در اشتراک بگذارید. اگر از ویدیو لذت بردید حتما لایک کنید و کانال ما را دنبال کنید تا از ویدیوهای بعدی ما مطلع شوید.